ببین فکر کنم هممون میتونیم قبول کنیم انگیزه خیلی خوبه، اما یه مشکلی داره، هیچ وقت نمیشه روش حساب کرد و همیشه رندوم ترین زمانهای ممکن میاد. یعنی تایمی که اصلا 3 صبح رفتی دستشویی کنی برگردی تو تختت، یا مثلا وسط این مهمونی که رفتی تو دستشویی داری تو آینه به خودت نگاه میکنی. ما اینو نمیخوایم، ما دیسیپلین میخوایم. و برای من 18 سال طول کشید که به این نتیجه برسم میدونم تحسین برانگیزه و شروع کردم تک ویدیویی که راجع به دیسیپلین رو ببینم، ویدیویی که مال چنل‌های بزرگه، ویدیویی که مال چنل‌های کوچیکه، ویدیویی که فارسی، ویدیویی که انگلیسی، تکشون رو دیدم و باید بگم 90%شون نمیخوام بگم 90%شون چرتن چون واقعا زحمت کشیده بودن. 90%شون شده، چون میدونی همه‌شون داشتن از پایه و قضیه اشتباه نگاه میکردن و برای همین من این ویدیو رو درست میکنم که اگه یکی مثل من هست اون بیرون که تصمیم گرفته دیسیپلین رو توی زندگیش اضافه کنه، حداقل یه اطلاعاتی داشته باشه که درست صرفا برای کلیک بیت نیست که ویو بگیره، لایکو بگیره و پولو بگیره و در بره. و تک چیزایی که دارم میگم از تجربه شخصی من توی این 2 سال اخیر. شاید بگی روکسی ایول این شو هیجان زدم کرد. بهم بگو رازش چیه؟ و نکته عجیب ویدیو دقیقاً همینه. راز دیسیپلین اینه که راز خاصی وجود نداره. چون فکر کن وقتی میگم به یه آدم با دیسیپلین فکر کن، چی میاد تو ذهنت؟ به احتمال زیاد مثلا یه کسی مثل مایک تایسون میاد که مثلا 1 ماه قبل مسابقهش 4 صبح میرفته میدویده، یا یه کسی مثل دیوید گاگینز که توی یه هفته 500 کیلومتر ماراتون میرفته. اون داستانش که 10 کیلومتر آخر یکی هم ماراتون رو با یه زانه شکسته رفته. چرا این افراد و این تجربه‌ای که داشتن رو به دیسیپلین ربط میدیم؟ یکیش خب به خاطر این بوده که درد داشته، به احتمال زیاد نه ما میخوایم انجام بدیم نه هیچ کس دیگه، خودشون هم 100% خیلی دوست داشتن اون کار انجام بدن. بعید میدونم که دیوید گاگینز سوخت کرده باشه که با زانه شکسته مثلا بخواد 10 کیلومتر بدوه. دقیقاً دیسیپلین همینه و برای همینه که به نظر من اون ویدیوی یوتیوبی که میدیدم احمقانه بودن، چون نگاه کنی کل کلیک بیتاشون اینه که او دیسیپلین به روش ساده، او دیسیپلین رو تو 2 روز اضافه کن، او دیسیپلین قراره این کار خیلی وسط راحت بشه. این پایه اشتباهه، چون دیسیپلین این نیستش که مثلا من کتاب بخونم، مثلا کتاب خوندن خیلی فهم اوکی، کتاب خوندن این کار با دیسیپلینه نه صرفا. الان برای من کتاب خوندن یک کار دیسیپلینی خیلی حساب نمیشه، چون تا یه حدی من کتاب خوندن لذت میبرم، کار مفیدیه 100%، احمقانه است بگم مفید نیست، اما کار دیسیپلینی نیست. من لذت میبرم که برم انگلو همینجوری کتابا رو نگاه کنم، مثلا پشتشون رو بخونم، فهرست رو ببینم راجع چیه و بعدا مثلا بیام تو خونه مطالعه‌اشون بخونم. واسه من اونقدر سخت نیست. من توی این موقعیت هیچ کسی نیستم که این موقعیت سخت رو ببینم بگم اوکی دارم میرم پیش شقم آدم با دیسیپلینیم. نه کار مفیدیه اما دیسیپلین نیست. اما همین کار رو دلم واسه این نسخه 5 سال پیش من برای اون یه کار دیسیپلینی بود. میدونین چرا؟ چون اسکرین تایم من توی اینستا 7 ساعت بود، 4 ساعت توی یوتیوب داشتم ویدیوهای رندوم میدیدم، ویدیوهای مثلا آموزشی مثل این، و اگه هم انرژی موند میرم سمت پلی استیشن به احتمال فورتنایت یه بازی رندومی داشتم بازی میکردم. برای اون آدم خوندن کتاب یه کار فوی با دیسیپلین بود، چون فهرست رو داشت میخوند، حوصله‌اش سر رفت، میرسید به مقدمه و پاراگراف اول رو 10 بار میخوند چون هر سری نمیفهمید چی، یه صفحه اول تموم شد رفت صفحه دوم، صفحه اول دوباره یادش گرفت و یه تجربه وحشتناک بود براش. برای اون آدم کتاب خوندن یه کار با دیسیپلینه، اما برای من نه. یا مثلا باشگاه رفتن، معلومه که باشگاه رفت یادته، به احتمال اکثر کسایی که توی توسعه فردیان اولین کاری که میکنن اینه که اصلا ورزششون رو جدی میگیرن. اولین باچه حسی داشتی، حوصله نداشتی بری، میگفتی نه وقتم داره تلف میشه، میگم کار بهتر از این کنم، میرفتی چه کاری اصلا نمیخوام بدم بلا کار کنم، ترنین خسته کننده است، خوشم نمیاد، اما انجامش بدی. اون موقعی که تو داشتی باشگاه میرفتی سخت بود، خوش نمیومد، اما خدا نظر داشتن یه تصویر که اوکی کلام قرار بهتر بشه، اون کنسان رد کردی، اون لحظه تو یه کاری با دیسیپلینی انجام بدی. اما الان بذار رو واسه بشه، مثلا باشگاه رفتن برای کسی که اصلا یه تایمی باشگاه رفتن اون قضیه سخت نیست، اتفاقا یه عزت داره، خوشش میاد بره اونجا با آدمایی که اونجا میشناسه خوشو بشکنن، خوشش میاد بره اونجا انرژی میگیره، یه چیزی که انگار توی روتین هفتگی شده رو مخشه. از اون کار با اینکه یه کاری بودش که دیسیپلینش رو افزایش میداد، اما الان صرفا این عادت مثبته. از اینو گفتم این تیکه ویدیو رو که یه کار مثبت رو
با یه کار دیسیپلینی قاطی نکنه. حالا سوال اینه که اوکی دیسیپلین رو فهمیدم، چجور دیسیپلین رو به زندگی اضافه کنم؟ چند وقت پیش داشتم پادکست از دکتر اندرو هیومن میدیدم که مهمون اون اپیزودش دیوید گاگینز بود و داشت یه کانسپت جدیدی رو میگفت که توی علم عصب شناسی کشف شده و فهمیده بودن که یه بخشی از مغز ما وجود داره که سایزش به صورت مستقیم مرتبط با اراده افراده، با دیسیپلین افراده و اگه چیه علمیش هم میخواین اسمش بود anterior mid cingulate cortex و میگفتش یه آزمایش انجام دادن، رفته بودن مغز یه مش افرادی که اراده ندارن اسکن کرده بودن، افرادی مثلا چاقن، اراده نداشتن، دیسیپلین نداشتن که چیزی که تو دهنشون میره کنترل کنن، اراده نداشتن که اوکی فسفود بخونم بذار حداقل برم باشگاه، مغزشون اسکن کرده بودن با مغز یه سری ورزشکارای حرفه‌ای که توی پروسه‌های تمرینای سخت میرن، افرادی که توی نیروهای دریایی ان کسی مثل دیوید گاگینز و دیده بودن که برای افرادی که آدمای بی‌اراده‌این اون بخش مغزشون کوچیک و افرادی که توی جایی مثل نیروی دریایی بودن بزرگتر بوده و فهمیدن یه چیز ژنتیکی نیست و هر کسی میتونه سایز اون تیکه مغز رو تغییر بده. مثلا یه کسی بودش که خیلی آدم با اراده نبوده، دیسیپلین نداشته و از یه مدت زمانی ها کنار دیوید گاگینز گذرونده که فکر کنم هممون میتونیم تصور کنیم که چه شکلی میشه. 1 ماه 2 ماه 3 ماه بوده و تمرینای دیوید گاگینز رو انجام میداده که کل تمرین دیوید گاگینز هم صرفا اینه که کارهایی که بدت میاد رو انجام بده. به احتمال زیاد اگه دیوید گاگینز بمونه زلزله شده و سونامی شده فکر می‌کنم موقعیت مناسبی واسه دویدن و خوشش بده این کارو، چون هی میخواد درد بیشتری بگیره تا دیسیپلینش بیشتر شه که برای اون منطقی برای من یکم حیاتاً ترسناکه موضوع. و این فهمو کنار اون گذرونده بود و وقتی مغزش رو اسکن کرده بودن بعد 3 ماه دیدن که اون تیکه مغز بزرگتر شده بود. حالا که جالب دقیقاً همینه، الان به صورت علمی ثابت شده که تو هر چی ژنتیکت هست، هر جای دنیا باشی میتونی میزان دیسیپلینت رو تغییر بدی. یعنی لازم نیستش که این تاثیر تخیلی داشته باشی که اینفلوئنسر مثل اندرو تیت، مایک تایسون رو بگی بگی واو یا چه خفنم من نمیتونم مثل اینا باشم. نه، قبلا یه فرضیه بود. من قبل اینکه پادکست رو ببینم خودم یه جورایی به این نتیجه رسیده بودم که اوکی من مثلا وقتی صبح میرم دوش آب یخ میگیرم تحقیق کارو واسم راحت‌تر میشه. یه جورایی خودم نقطه رو با هم وصل کرده بودم که اوکی کار سخت انجام بدی با دیسیپلین تر میشی. الان لحاظ علمی ثابت شده. الان تو دقیقاً میدونی که اگه میخوای فرد با دیسیپلین بشی باید چی کار انجام بدی، باید کارهای سخت انجام بدی، باید کارهای انجام بدی که نمیخواستی انجام بدی. مثلا فردا الان میذاری 6 صبح هستی اصلا نمیخواید باشی، حتما بغلت کرده تحجیر خطت، اما اینجوری که ببین چیه با اینکه تمام وجودم میخواد بخوابم، با اینکه همه دلیلا رو دارم پا میشم، اینجا یه لول دیسیپلینت میاد بالاتر، به احتمال زیاد اون که مقصد یکم بزرگتر میشه. یا فردا اگه مثلا قرار بری باشگاه، فردا میرسه تو دیر خوردی، خسته، شکمت پر، اصلا حال نداری بری، اما بازم مغزتو خاموش میکنی، تیکه احساسی مغزتو خاموش میکنی، کیفتو میبندی میری و اون تمرین رو انجام میدی. شاید تمرین خوبی نباشه، شاید مثل قبل نتونی ورزش کنی، اما یک کاری بوده که نمیخواستی انجام بدی ولی انجامش دادی، اون تیکه مغز بزرگتر میشه. پس حکی وجود نداره. پس اگه مثلا اومدی توی یوتیوب دیدی یوتیوبر انگلیسی فارسی همچینی اومده اصلا یه تایتل زده که او دیسیپلین بلمش ساده، میتونی بفهمی که اون ویدیو قراره نمیشه، قرار دروغ باشه. همچین کانسپتی وجود نداره. پس تا اینجای ویدیو ما فهمیدیم که دیسیپلین چیه و چجوری میتونیم دیسیپلین رو بیشتر کنیم. حالا برای بونس میخوام یه فریم ذهنی بهت بگم که از یکی از کامیونیتی‌های بین‌المللی که توش هستم یاد گرفتم و اون اینه که یه فریمی روی ذهنت بذاری که به هر موقعیتی که شاید قبلا واسه آزاردهنده دیده نشد یا یه موقعیتی بود که بدت میومد، با یه فریم با اون فرصت نگاه کنی. ببین چی؟ یعنی مثلا آب گرم کنه خونتون قطع میشد، یه موقعیت بده دیگه، اینجوری شت من باید دوش بگیرم و آب یخ نه این فریم رو بذار که اوکی من به احتمال زیاد نمیخوام دوش بگیرم، با آب گرم خیلی راحت تر بود، با آب سرد الان برم باید اینجوری بلرزم. ولی میدونی چیه؟ این یه موقعیت بد نیست برای من، این یه فرصته، این یه فرصته که یه لول دیسیپلین رو بیارم بالاتر. یا اگه یه روزیه که باید باشی بری سر این کاری و یه ساعتی هستش که اصلا نمیخوای باشی،
نمایشگاهی بگیم پیش اومده که تو باید 5 صبح باشی تو به اون نمایشگاه برسی. وقتی خیلی خسته ای به عنوان یه موقعیت ترسناک به این موقعیت بد بهش نگاه کن. تو یه برین که ذهنت داشته باش و به هر موقعیتی نبنکی که نمیخوای ازش بگذری به عنوان یک فرصت نگاه کن. من که یه لول موسیقی و کرکتر تو بیاری بالاتر همینجوری یادت باشه. درد موسیقی خیلی روشن‌تر از درد پشیمونی. See, I gotta get in the purse. I left her the deal she worth. I know one day I gotta leave Earth, so I gotta give them this word. I was already set when they got started, they didn't wanna see me at first. And I already stuck about 10 in the 40, so don't make me push my thirst. If I spent the year black and I'm virgin, puffin' bushy, I'm back in my Birkin.